وسایل مورد نیاز ما نخ مورد نظرمون هست برای این کار. هر چقدر نخ شما ظریف‌تر و نازک‌تر باشه کارتون خوشگل‌تره. میتونید از نخ‌های موهر، میتونید از نخ‌های براق مثل پلی‌استر استفاده بکنید. خب ابزاری که ما نیاز داریم غیر از نخ، میله مناسب این کار هستش. بهتره با میل سیم بلند که انعطاف بهتری داره بافتتون انجام بدید. شروع رجمو با تعداد دونه های کمه، ولی کم کم سایز باندانا که بزرگتر میشه شما نیاز دارید به میلی که سیم بلندتری داره. پس همون ابتدای کار میتونید از سیم سایز 60 یا 80 سانت استفاده بکنیم. متر رو نیاز داریم، قیچی و همچنین سوزن برای مونتاژ کردن کارمون. بریم با هم دیگه ببافیم. خب میخوام بافتم رو شروع بکنم. ترکیب این دوتا نخ موهر رو من میخوام با میل 3.5 ببافم. هر چقدر شما برای بافته موهر شماره میل درشتر بگیرید، بافت بازتر و لطیفتری رو دارید و هر چقدر شماره میلتون کوچیکتر باشه بافتتون منسجمتر. اما برای کامبوهای غیر موهر حتما شماره میلتون باید با ضخامت نختون متناسب باشه که روی باندرول خود اون کامبو نوشته شده که هر کامبوی رو با چه شماره میله ببافید. این نکته خیلی مهمه توی تمیزکاری بافتتون که بافت تمیز، یک دست و با لطافتی داشته باشه. مثلا اگر شما نختون ضخیم باشه با شماره میل کوچیک ببافی بافتت سفت میشه. اگر برعکس شما یه نخ ظریف داشته باشه با شماره میل درشت ببافی بافتت خیلی شلوول میشه. پس فقط توی نخهای موهره که ما میتونیم با شماره میل غیر از ضخامت خود کامبا بافتمون رو انجام بدیم. خب مدل ما با 3 دونه شروع میشه. من اول مضرب مدل رو براتون توضیح بدم. خیلی مدل راحتی، خیلی هم شیکه، برای هر بافتی هم میتونید استفاده کنید. منتها این بافت چون حالت مثلثی هستش و با 3 دونه شروع میشه، ما کم کم دونه هامون افزایش پیدا میکنه و میتونیم مدلمون رو افزایش بدیم. پس اون جاهایی که فضا نداریم برای بافت مدل، بافتمون رو ساده بافی انجام میدیم. وقتی تعداد دونه ها بیشتر شد به اندازه مدل رسید، مدلمون رو روش پیاده میکنیم. خود مدل مضرب 3 هستش که حالا ما یه دونه اول رجه، دونه آخر رجمون برای حاشیه داریم که کناراش افزایش به اصطلاح این روسری یا این شال 3 گوشمون رو داره. خود مدل که 3 تایی هستش به این صورته که شما یه ژوته میندازی، یه 3 تا یکی میکنی، یه ژوته میندازی که دوباره میشه همون 3 تا دونت. یعنی 3 تا دونت یکی میشه تبدیل به یه دونه میشه، ولی قبل و بعدش چون ژوته میخوره به اصطلاح اینجوری علامت نقشش میشه این یک ژوته، یک 3 تا یکی، یک ژوته. پس دوباره میرسید به همون 3 تا دونه و 3 تای بعدش باید ساده بافی بشه. دوباره 3 تا مدل، 3 تا ساده بافی، 3 تا مدل، 3 تا ساده بافی. این برای یک رجه. رجه بعد برمیگردی رجه روی کار جابجا میشه. یعنی در واقع شما اول اومدی 3 تا مدل، 3 تا ساده بافی، 3 تا مدل، 3 تا ساده بافی، اینجوری بافتی. رجه بعد که میای روی کار جابجا میشه. 3 تا ساده، دوباره 3 تا مدل، 3 تا ساده، دوباره مدل. دوباره رجه بعد از اول جابجا میشه. مثل رجه اول بافته میشه 3 تا مدل، 3 تا ساده، 3 تا مدل، 3 تا ساده. رجه بعد باز مثل رجه 2 بافته میشه. به همین ترتیب شما مدلتون فقط جابجا میکنید، باعث میشه که مدل توری باف خوشگل بهتون بده. خب این از توضیحات پترنش. بریم با هم دیگه سر بندازیم. 3 تا دونمون رو سر میندازیم و 3 تا دونه بافتمون رو شروع میکنیم. این از 3 تا دونه. بعد نخمون رو گره میزنیم و از رج بعد که میشه رج پشت کارمون، رج روی کارمون، شروع میکنیم به افزایش دونه از همین رج اول کار. خب دونه اولمون رو به زیر میبافیم. بعد از بافت اولین دونه یک ژوته میندازم. جهت ژوته رو دقت کنید. ژوته اول رو اینجوری میندازم روی میل. دونه دومم رو که بافتم ژوته بعدی رو اینجوری میندازم روی میل. دونه آخر رجمونم همیشه به رو بافته میشه. این از رج اولم. میرم برای رج دوم. رج دوم دونه حاشیه رو برمیدارم. ژوته‌ای که داریم رو باید بسته ببافیم که چون ژوته افزایشی لبه کارمونه، برای این هستش که مثلث ما شکل بگیره. ژوته مدلمون نیست، پس باید بسته بافته بشه. نخو میندازم جلو و از حلقه جلو این ژوتم رو میبافم که به اصطلاح کور بشه و سوراخ ایجاد نشه. دونه بعدی رو، دونه بعدی باز دوباره ژوته هست. جهت ژوته رو نگاه کنید. این ژوته باید از حلقه پشت بافته بشه. پس از حلقه پشت دونه رو میگیرم،
برعکسش میکنم، حالا به رو میبافمش. دونه آخر رج هم به رو بافته میشه. این از رج دوم. توی رج سوم باز دوباره افزایش کناره های بافت داریم. دونه حاشیه رو برمیدارم، دوباره ژوته میندازم، 3 تا دونه ساده بافی دارم، دوباره یک ژوته، یک دونه رو. رج پشت کار رو میبافم. از رج بعدی میام جلوی کار، دیگه مدلم رو هم پیاده میکنم چون فضای کافی برای پیاده کردن نقشه دارم. دونه حاشیه رو که برمیدارم، دونه ژوته اول رو از حلقه جلو به رو میبافم، ژوته آخر از حلقه پشت به رو بافته میشه. 3 تا دونه ساده بافی وسط دارم. این ژوته از حلقه پشت به رو بافته میشه. اول دونه رو از پشت میگیرم، میارم جلو و حالا میبافمش. دونه حاشیه هم به رو بافته میشه. خب برمیگردم رج روی کار، چون 3 تا دونه وسط دارم میتونم مدلم رو پیاده بکنم. پس دونه حاشیه رو برمیدارم، ژوته افزایشی، یک دونه زیر بافی. حالا رو 3 تا دونه مدلم پیاده میکنم. مدلم به این صورت: یک ژوته، یک ستایی که وسط، یک ژوته. ستایی که وسط رو چجوری انجام میدیم؟ دونه وسط رو برمیدارم، با دونه اول جابجا میکنم. اون 2 تا دونه از زیر با هم دیگه یکی میشن و یک دونه وسط که جابجا کرده بودم و میکشم روشون. اینجوری من 3 تایی که وسط دارم: یک ژوته، یه دونه ساده بافی، ژوته افزایشی و دونه رو بافی. رج پشت کار رو دوباره براتون تکرار میکنم. ژوته های افزایشی باید کور بافته بشن، ژوته هایی که برای مدلمون هست باید باز بافته بشه که توری بیفته. این ژوته افزایشیمونه که کنار بافتمون داریمش، پس از حلقه جلو به رو بافته میشه و به ژوته های مدل که میرسیم اینجوری به رو بافته میشن که سوراخ ایجاد بشه. دوباره ژوته افزایشی از حلقه پشت بسته بافته میشه. پس رج‌های پشت کلا به این صورت بافته میشن. برمیگردم رج روی کار، باز دوباره ژوته های افزایشی به این صورت. هنوز فضای کافی برای ایجاد نقشه ندارم، پس این رج روی 3 تای وسطم که نقشه ایجاد کرده بودم میشه ساده بافی، تا وقتی که کنارم فضا داشته باشم که بتونم روی اونها نقشه بندازم. چون جای نقشه‌مو گفتم هر رج تکرار میشه، هر رج جابجا میشه، هر رج روی کار. رج‌های پشت کار اصلا نقشه نداریم. به انتهای کار که میرسم باز یه دونه افزایش، رج پشت کار رو مجدد بهتون نشون میدم. از رج‌های بعدی دیگه رج پشت کار تکرار نمیکنم چون به همین ترتیبی که گفتم بافته میشه. دوباره تکرارش میکنم. یک دونه اول حاشیه، دونه رو بافی برای افزایش داریم، از حلقه جلو به رو بافته میشه. بقیه دونه ها رو بافی به صورت ساده و دونه افزایشی باز هم به همین ترتیب از حلقه پشت ابتدا دونه گرفته میشه، برعکسش میکنم و به رو میبافمش. دیگه رج‌های پشت کار رو براتون تکرار نمی کنم که وقت ویدیو گرفته نشه و حوصله شما سر نره. رج روی کار هستم. ببینم اینجا فضای کافی دارم. این 3 تای مدل وسطم بود که مدل زده بودم و توی این رج دوباره مدلش تکرار میشه. 3 تای کنارش رو هم دارم، پس میتونم روی 3 تای کنارش مدلم رو پیاده بکنم. منتها توی این رجی هستم که مدل روی ستون وسط تکرار میشه، پس ستون کناریش همچنان ساده بافی. ژوته افزایشی، 3 تا دونه ساده بافی، دوباره مدل روی ستون اول تکرار میشه، یک ژوته، یک 3 تا یکی وسط، دوباره یک ژوته، این 3 تا ساده بافی، ژوته افزایشی، دونه رو. رج پشت کار رو میبافم. برمیگردم رج روی کار. این بار روی 3 تایی های کناری مدل داریم، روی قسمت وسط فقط ساده بافی داریم. خب برگشتم رج روی کار.
ژوته‌های افزایشیم رو میندازم. این ستای وسطه که این بار ساده بافته میشن، ستای کنارش مدل بافته میشه. پس یه دونه زیر بافی دارم، به ستای مدل که میرسم یک ژوته، یک ست یکی وسط، یک ژوته. این دوتا با هم دیگه دوتا یکی میشن و وسطی رو میکشم روش، ژوتم رو میزنم، این بار ستای وسط ساده بافته میشن. دوباره ستای بعدی مدل، ژوته، ست یکی وسط، دوباره یک ژوته، یه دونه زیر بافی، یک افزایش و دونه رو. رج پشت کار رو میبافم، برمیگردم رج روی کار، باز مدل جابجا میشه. این بار روی دونه های کناری ساده بافی میشه، روی ستون وسط مدل بافته میشه. خب برگشتم رج روی کار، دونه حاشیه، دونه افزایش و روی این ستون قبلی که به اصطلاح چیز داشتیم مدل زده بودیم، این بار ساده بافی. ببینید اینجا از رج بعدی رو اینم میتونم مدل بندازم چون ستام پر شد. روی این سه تا دونه مدل رج قبل ساده بافی، روی سه تا دونه وسط مدل پیاده میشه، ژوته، سه تا یکی وسط. پس هر رج روی کار شما مدلتون رو جابجا بکنید. جایی هم که فضا برای ایجاد نقشه دارید به نقشه‌تون اضافه میشه. روی این سه تا ساده بافی و اینجا هم من 2 تا ساده بافی دارم، یه دونه هم افزایش دارم، یعنی از دفعه بعد دیگه میتونم روی این سه تا هم مدل پیاده بکنم. به همین ترتیب ما مدلمون هی داره پهن‌تر میشه از کنارها و افزایش مدل داریم. این مثلث ما هی افزایش پیدا میکنه به صورت یکی یکی کنارها و مدل ما هم چون با این افزایش دونه ها بیشتر و پهن‌تر میشه، پس هر بار به ستایی ها که میرسیم میتونیم مدلمون رو افزایش بدیم. مدل هم هر رج روی کار جابجا میشه. به این ترتیب بافت انجام میدیم تا اون جایی که اندازه مثلثمون به اندازه دلخواهمون برسه. ممکنه شما این مثلث رو برای بچه‌ها ببافی، ممکنه برای بزرگسال ببافی، بس بر اساس اون اندازه ها و ابعادی که خودت میخوای میتونی این کار رو ادامه بدی و بعد از اینکه به پهنای دلخواه رسیدیم بهتون میگم که در ادامه باید چی کار بکنیم. خب بعد از اینکه بافتم رو انجام دادم، حالا میخوام بندی که متصل به لبه کار هست رو ببافم. بندی که به اصطلاح دور سر بسته میشه. بلندی بند باید در حدی باشه که بتونید به صورت پاپیونی هم گره بزنید. خب من ابعاد کارم رو بهتون بگم با توجه به ضخامت میل و نخ من. ابعاد بافت من از اینجا تا اینجایی که بافته شده 36 سانتی متر و ارتفاعشم 22 سانتی متره. خب الان میخوام بندش رو ببافم. ما بندی که براش میبافیم ببینید این اندازه اگر بندش رو برای اینکه میخوام حالت پاپیونی باشه حدوداً 25 الی 30 سانتی متر ما برای بندش نیاز داریم که من 25 سانتی متر بندش رو میبافم. خب برای بافت بندش ابتدا 25 سانت بند رو میبافم، بعد بند رو متصل میکنم به لبه بافتم که هم لبه محکمی داشته باشم، هم همزمان دونه های بافتم کور بشه، هم بتونم در ادامهش دوباره 25 سانت بعدی بند رو هم ادامه بدم که بند به اصطلاح این باندانا متصل به خود کار باشه. پس من این بافت فعلا میذارم کنار. با یه شماره میل کوچیکتر از میل اصلی شروع بکنید به سرانداختن دونه هایی که برای بند داریم که ما برای بندمون با به اصطلاح 3 تا دونه شروع میکنیم. اگر با 4 تا دونه بزنید، مثلا اگر نختون نخ خیلی ضعیفتر از نخ من باشه، با 4 تا دونه بزنید یه ضخامت متوسط میده، ولی ما میخوایم یه ظرافت خاصی داشته باشه، پس نمیخوایم که خیلی بند ضخیمی داشته باشیم. 3 تا دونه براش مناسبه. خب من میل شماره 3.5 هستش و اینجا میل شماره 3 رو براش میگم. این میل هم 3.5. با میل شماره 3 شروع میکنم به بافت بند. خب حالا با بندی که دارم 3 تا دونه سر میندازم. یه کوچولو اضافه نخ هم بذارید برای انتهای کار که لایه بافت مخفیش میکنیم. 3 تا دونه رو من
سر میندازم و حالا از سمتی که دونه اول رو سر انداخته بودم شروع میکنم به بافت دونه ها. به این صورت که میل رو میکشم عقب و از دونه اولی که سر انداخته بودم شروع میکنم به بافت دونه ها. دقت کنید دونه ها چون گرد بافی هستش از رج روی کار، ببینید حلقه جلویی کار رو میگیرم و میبافمش. ببینید از حلقه جلو و دوباره همین کار رو تکرار میکنم، یعنی دوباره دونه ها رو میبرم سمت عقب که دوباره از دونه اول بافته شدمون دونه ها رو ببافیم. چون بافتمون گرد بافی هستش دقت کنید دونه ها حتما باید به این صورت بافته بشه که شکل دونه هاتون درست تر به در این صورت دونه هاتون پیچ میخوره. ببینید دوباره میکشم عقب و از سمت جلوی دونه ها از حلقه جلوی دونه ها رو میبافمش. خب اگر میلتون میل ته بسته بود و به اصطلاح تهش باز نبود، میل دو طرفه نبود، چه جوری دونه ها رو از این سمت ببافید؟ اون وقت شما مجبورید هر رش که دونه ها رو میبافید دونه ها رو برگردونید میل دست چپتون به این صورت و از دونه اول مجدد شروع کنید به بافت دونه هاتون. پس اگر انتهای میل شما بسته است و مثل من میل دو طرفه نیست، مجبوری دونه ها رو برگردونید میل دست چپ و دوباره شروع کنید به بافتتون. خب ببینید بافتم حالت لوله ای و این حالت بند رو پیدا میکنه، چون بافت من بافت گرد بافیه و دونه ها رو مدام دارم از سر رد شروع میکنم، به صورت رفت و برگشتی نیست، فقط دونه های رفت دارم به این صورت. پس این 3 تا دونه رو میبافم به همین شکل تا زمانی که ارتفاع بندم به 25 الی 30 سانتی متر برسه. زمانی که 25 الی 30 سانتی متر بندم رو بافتم اون وقت بهتون میگم که چجوری به لبه باندانا متصلش بکنیم. خب بعد از اینکه بند رو بافتم حالا چجوری به کارم متصلش کنم؟ برای متصل کردنش من 3 تا دونه برای بند دارم. دونه اولش رو میبافم، دونه دومش رو میبافم، دونه سومش رو با اولین دونه‌ای که روی میلم دارم یکی میکنم. پس دونه سوم رو برمیدارم، با این میل دیگه کاری ندارم، میرم سراغ میل اصلی که دونه هام روش هست. دونه سوم رو با یک دونه اول روی میل با همدیگه یکی میکنم به این ترتیب. دوباره دونه ها رو برمیگردونم میل دست چپ، از اول شروع میکنم به بافت، دیگه با اون میل من کاری ندارم به این صورت. ببینید دونه اول رو میبافم، دونه دوم رو میبافم، دونه سوم با یک دونه ای که روی میل هست یکی میکنم، دوباره از اول برمیگردونم میل دست چپ، دونه اول رو میبافم، دوم رو میبافم، 3 و 4 رو با هم یکی میکنم. دوباره به همین ترتیب هی تکرار میشه، باعث میشه که هم دونه های لبه کار کور بشه و همین که بندمون متصل بشه به لبه کار. ببینید بند ما الان به لبه کارمون متصل شده. این کار رو تا آخر به همین ترتیب ادامه میدم. زمانی که تمام دونه های روی میل کور شد و دونه های به اصطلاح باندانا تموم شد، دوباره همون 3 تا دونه بند رو در ادامه بند دوباره به همون ترتیبی که داشتیم میبافیم. پس من الان دارم ببینید بندم رو متصل کردم به لبه کار و با این کاری که انجام میدم همزمان هر دو رو میبافم، یعنی هم بندم بافته میشه هم دونه های اصلیم کور میشه. پس دونه سوم بندتون رو که این بند بهش میگیم آیکورد، دونه سوم آیکورد رو با یک دونه از دونه های اصلی رو میلمون یکی میکنیم و این کار رو تا آخر انجام میدیم تا وقتی که تمام دونه هامون کور بشه. زمانی که به آخرین دونه رسیدیم و آخرین دونه رو کور کردیم ادامه بافت رو نشون میدم که چجوری دوباره بریم سر وقت قسمت آیکورد. خب بعد از اینکه آخرین دونه بند رو بافتیم دوباره با همون میل شماره کوچیک‌تر ما شروع میکنیم به بافت 3 تا دونه آیکورد و بند این سمت رو هم دقیقاً به همه اندازه‌ای که اون سمت بافته بودیم میبافیم. پس دیگه الان دونه های لبه کار تموم شده، این میل از بافتم جدا شده، دوباره با همون شماره میل 3 فقط همین 3 تا دونه بند رو میبافم.
به این ترتیب تکرار تا وقتی که دوباره همون 25 الی 30 سانتی که برای اون سمت آیکورد بافتین اینجا هم به همون ترتیب ادامه میدید. ببینید اینجا لبه کار چقدر قشنگ و زیبا شده. قشنگ این لبه آیکورد متصل شده به حاشیه بافتم. خب این سمت کار من به همون اندازه بند رو میبافم. زمانی که تموم شد بهتون میگم که انتهای بند رو چجوری باید کور بکنیم. خب بعد از اینکه بند این سمت رو هم کامل کردم، حالا میخوام بندم رو کور بکنم. برای کور کردن بند یه کوچولو اضافه نخ بذارید و نخ رو داخل سوزن ببرید. و حالا از سمتی که باز دوباره دونه ها رو میبافتیم، یعنی از سمت اولین دونه سوزن رو وارد دونه ها میکنم. به این صورت انتهای کار دونه ها رو کور میکنم. دوباره 1-2 مرتبه سوزن رو میبرم لبه کار که این قسمت کار جمع بشه. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، سوزن رو میبرم وسط این قسمت آیکورد که حالت تو خالی داره، چون بافتمون حالت استوان است، حالت گرد بافیه، وسطش خالیه. سوزن رو از لای این بافت به این صورت رد میکنم و از یک سمت کار میارمش بیرون. تو همین حالت خم شدگی هنوز بافت رو صاف نکردم، اضافه نخم رو قیچی میکنم و بعد بافت رو صاف میکنم تا اضافه نخ کامل لای بافت مخفی بشه. به این صورت این سمت کار هم باز دوباره همین کار رو انجام میدم. اضافه نخی که گذاشته بودیم رو داخل سوزن میندازم باز هم اینو میبریم وسط این قسمت تو خالی که حالت استوانه ای داره. سوزن رو از لابلای این قسمت رد میکنم. هر چقدر طولانی تر برم خیالم راحت تره که نخم در نمیره و لایه باف کامل مخفی میشه. خب از اینجا من دیگه سوزنم رو میارم بیرون و تو حالتی که هنوز کامل صاف نکردم نخم رو قیچی میکنم و بافتم رو صاف میکنم که اضافه نخم لای بافت کامل مخفی بشه. خب این از بندمون. این سمت کار هم به همین ترتیب، یعنی شما توی شروع کار که این قسمت باز اضافه نخ دارید باز همین کار رو تکرار میکنیم. یعنی نخی که داریم رو میبریم داخل قسمت آیکورد مخفیش میکنیم و اینجوری تمام نخهای اضافه کارمون. ببینید اینجا من کمی هم توی این قسمت یه کوک میزنم که محکم بشه، بعد میبرم وسط آیکورد و مخفیش میکنم. اینجوری نخهای اضافه هم کامل مخفی میشه. از طرفی هم خیلی محکمه، یعنی به راحتی از لایه بافت در نمیاد که خارج بشه. خب از اینجا من خارج میکنم، از اینجا قیچی و بافتم رو صاف میکنم که لایه بافت مخفی بشه. ببینید اینجا به همین تمیزی و زیبایی ما کارمون رو انجام دادیم. خب این از قسمت بالای کار. حالا برای کناره ها میخوایم که یک حاشیه چیندار خوشگل بزنیم که کارمون رو دخترانه تر و فانتزی ترش کنه. باز دوباره برمیگردیم سر وقت میل اصلیمون که میل سیمدارمون هم هست. از اینجا شروع میکنم به گرفتن دونه تا این قسمت، یعنی دور تا دور این قسمت مثلثی رو دونه میگیریم و هر دونه ای رو 3 مرتبه میبافیم. دونه هایی که 3 مرتبه بافته میشه باعث میشه که لبه کارمون چین بخوره و یه حاشیه چیندار خوشگل رو به ما بده. پس نخمون رو وصل میکنیم از اینجا از لبه کار. ببینید این گندمی هایی که توی لبه کار داریم، از هر گندمی 3 مرتبه دونه بافته میشه تا زمانی که به اصطلاح بافتمون چیندار بشه. پس یک رج اول ما میتونیم کلا دونه بگیریم و از رج دوم شروع بکنیم به افزایش دونه.
خب گوشیم زنگ خورد، نمیدونم چقدرشو گفتم. میتونیم رج اول دونه بگیریم، از رج 2 دونه همون افزایش بدیم. میتونیم از همین رج اول که از لبه کار دونه میگیریم هر دونه ای رو 3 مرتبه ببافیم که لبه کارمون چین دار بشه. فقط نکتهش اینه که اگر رج اول دونه فقط برمیداریم، رج دوم میخوایم افزایش بدیم، پس رج اولی که دونه برمیداریم از سمت روی کار دونه برمیداریم که سمت به اصطلاح از سمت روبافی کار منظورمه دونه برمیداریم که سمت زیر بافی کار ما بتونیم دونه ها رو ببافیم افزایش بدیم. ولی اگر از همون رج اول میخواید دونه ها رو ببافید، از همین سمتی که بیرون کارمون هست، سمت خوب کارمون هست، میتونید دونه ها رو بردارید. خب من نخمو میارم که لبه کارم رو شروع کنم به گرفتن دونه. خب یک کوچولو اضافه نخ هم میذاریم و دونه گرفتن دقیقاً از جایی که حاشیه‌مون نزدیک به آیکورد هست، از اینجا شروع میکنم به گرفتن دونه. هر دونه‌ای باید 3 مرتبه ازش دونه گرفته بشه. پس یه دونه از داخل گندمی اصلیش، یه دونه از حلقه پشت گندمی دونه گرفته میشه و یک دونه مجدد برمیگردم دوباره از داخل خود گندمی. این شد 3 مرتبه. میرم گندمی بعدی، باز دوباره یک دونه از خود گندمی، یک دونه فقط از حلقه پشت گندمی و مجدد یک دونه از خود گندمی. پس از هر گندمی من 3 تا دونه برمیدارم. دوباره بعدی به همین ترتیب، یه دونه خود گندمی، یه دونه از حلقه پشتی گندمی و یک دونه مجدد از گندمی کامل. به همین ترتیب دور تا دور کارم از هر دونه 3 تا دونه برمیدارم که لبه چیندار خیلی خوشگلی داشته باشم. اگر چینهای کمتری میپسندید میتونید هر دونه فقط 2 مرتبه ازش بگیرید، یک بار گندمی کامل، یک بار حلقه پشت گندمی، یا اینکه هر 2-3 تا دونه که به این صورت دوتایی میبافید یک دونه رو 3 تایی ببافید که باعث میشه چینهاتون خیلی خوشگل تر باشه. اما من چون میخوام کارم پرچین باشه از هر دونه 3 تا دونه برمیدارم. این کار رو دور تا دور انجام میدم تا دوباره برسم به این لبه کار. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، بافتمون رو به صورت ساده بافی انجام میدیم، یعنی دیگه پترن نداریم، فقط بافت ساده بافی به صورت رفت و برگشت ساده بافی همون رو انجام میدیم تا ارتفاع کارمون حدوداً به 4 سانتی متر برسه. زمانی که به 4 سانتی متر رسیدیم بهتون میگم که چجوری اون حاشیه رو کور بکنیم. خب بعد از اینکه دور تا دور کارم، ببینید این قسمت مثلثی دور تا دور من دونه گرفتم و از هر گندمی 3 تا دونه گرفتم، حالا شروع میکنم به بافت دونه ها. یعنی تو همون رج اولی که من دونه گرفتم افزایش هامو دادم، پس دیگه نکته خاصی ندارم. شروع میکنم به ساده بافی سمتی که قسمت به اصطلاح پشت کار میفته دونه ها رو بافته میشن، سمتی که بیرون کار هست دونه ها زیر بافته میشن. بافتم هم ساده بافیه، یعنی یک رج همه دونه ها به رو بافته میشن، یک رج همه دونه ها به زیر بافته میشن. این ساده بافی رو بدون هیچ افزایش دیگه‌ای با همین تعداد دونه‌ای که روی میل دارید در حد 4-5 سانتی متر، 4 سانتی مترش خوبه. حالا اگر دوست داشتید بلندتر باشه نهایت 5 سانت میتونید ببافید. بعد از اون بهتون میگم که چجوری بافت و کور بکنیم. خب بعد از اینکه چینم رو به اون ارتفاع دلخواه که گفتم 4 سانت 5 سانت میتونید ببافید ساده بافی کردم و حالا میخوام بافتم رو کور بکنم. بهتر کور کردن رو به کمک یک قلاب انجام بدید، چون که هم سریعتر این اتفاق میفته هم خیلی راحت تر. پس به کمک یک قلاب به این صورت بافت رو کور میکنیم. دونه اول رو بر میدارم، دونه دوم رو بر میدارم و حالا هر دو رو با هم دیگه یکی میکنم. دوباره دونه بعدی رو بر میدارم، هر دو رو با هم دیگه یکی میکنم. دوباره بعدی به همین ترتیب، بعدی به همین ترتیب. پس به همین راحتی شما میتونید به کمک یه قلاب بافتمون رو کور بکنیم به این شکل. خب من تا انتها کور میکنم و بعد از اون باز پوشاندن این نخهای اضافی داریم لایه بافت که به چه شکلی این کار رو انجام بدیم که کارمون تمیز در بیاد و توی استفاده کردن های مکرر این نخها از جاشون کنده نشن و باز نشن. خب بعد از اینکه بافتم رو کامل کور کردم، این قسمت انتهای کار آخرین حلقه‌ای که کور شده یک دونه زنجیره میزنم و میکشم. حدوداً این اندازه بکشید خوبه.
بعد نخ رو کات میکنیم، نخ اصلی رو ازش جدا میکنم و نخ باقی مونده رو داخل سوزن میندازم که توی قسمت پشت کار اینو مخفیش کنیم. توی قسمت ساده بافی که پشت چین ها داریم نخ رو مخفی میکنیم به این صورت. اون جایی که نخ نزدیک آیکورد هستش اونجا داخل آیکورد، اما این جاها که توی شروع کار یا توی این قسمت پایان کار که نخ رو تموم کردیم هستیم، اینجا شما میتونید تو قسمت ساده بافی، تو قسمت رو بافی این کار رو انجام بدید که تمیزتر در بیاد. خب دقت کنید تو این حالت موجی که ما توی به اصطلاح بافت رو بافی داریم، اگر دقت کنید، من بافت رو بکشم شما نگاه کنید، باز کنید، ببینید حلقه های ما به این حالت هستن. حلقه ها رو میبینید به چه شکلی هستن؟ من اینجا بازتر کنم، ببینید اینها باعث شده که بافت این حالت موجدار رو پیدا بکنه. خب ما نخمون اینجا هست، نخ رو میبریم سمت داخلتر، یعنی 1-2 مرتبه اینو من رد میکنم از این موجها که بیام توی ستونهای پایین تر که اونجا مخفی بکنم که کار تمیزی از آب در بیاد. خب این از این. حالا اینجا بر اساس نحوه حرکت حلقه های بافتم به این صورت این حالت موجدار رو دقیقا مثل بافتم اجرا میکنم به این شکل که دقت کنید میام ردیف پایین به این صورت و از حلقه کناریش میرم روی حلقه وسط بالا، دوباره از حلقه وسط بالا میام رو همون حلقه پایینی که یک بار ازش رد کردم، دوباره از حلقه کناریش میام روی حلقه وسطی که یه بار ازش رد کردم، دوباره حلقه کناری بالا، حلقه پایینی که آخرین بار ازش رد کردم. به همین ترتیب وقتی تکرار میکنید دقیقاً کاری رو انجام میدید که توی بافت روبافی اتفاق افتاده. میبینید هیچ تغییری اینجا نداره، اینجا هم همینطور بافت زیربافیمون به همون ترتیبه و هیچ اتفاق جدیدی توش نیفتاده که باعث تغییر شکل بافت بشه. ما دقیقاً طبق جهت خود دونه ها حرکت کردیم. تو این حالت به هیچ عنوان شما دیگه نختون باز نمیشه، اضافه نخ از ته میچینیم و دیگه بافتمون چون دقیقاً شبیه خود بافت اصلی هست به هیچ عنوان دیگه این نخ آزاد نمیشه و لایه بافت مخفی میمونه. به همین ترتیب نخهای دیگه‌مون رو هم همین جوری مخفی میکنیم. این نخی که اینجا نزدیک هست داخل قسمت بند آیکورد مخفی میشه. این از بافت باندانای ما که به همین شیکی و خوشگلی در اومد. امیدوارم که شما ببافید و لذت ببرید. اگر هنوز کانالمون رو سابسکرایب نکردی بزن روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن و عضو کانال شو، زنگوله رو هم فعال کن که هر وقت پست جدیدی گذاشتم بهتون اطلاع داده بشه. بافتا رو که انجام دادید میتونید عکساشو برای من ارسال بکنید که توی انجمنمون بارگذاری بشه.